سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی شاد و خوش و خوشحال باشید و در نوار امروز ما تصمیم گرفتیم راجع به یک موضوع بسیار جالب که بسیاری ها میخواهند درباره این موضوع دانند و درباره پی عمل شوند و این موضوع نام دارد چگونه میتوانیم تغییر کنیم، یعنی در آن شکلی که امروز هستند تغییر کنند، یعنی به جنبه مثبت، یعنی پیشرفت کنند و مسیر زندگی خودشان را دگرگون کنند و تا اینکه توانند با قدم‌های استوار مسیر زندگی خودشان را هرچی زودتر و با برنامه‌های جالب که از افراد موفق این نوار ما آماده شده است از تجربه آنها برای خود چیز بگیرند و تا توانند که ملکه و استعداد خود را بیشتر نموده زندگی خود را تغییر دهند. تغییر کردن و پاسخ با سوال چگونه تغییر کنیم یکی از بزرگترین آرزوهای بسیاری از افراد است که میخواهند به موفقیت رسند و در یک شب این کار را انجام دهند، در صورتی که واقعا این اتفاق هرگز رخ نمی‌دهد و باید تلاش زیاد برای این کار انجام دهند، چرا که آنها در یک شب این طور نشدند که حالا در یک شب هم تغییر کنند. ما در این نوار قصد داریم دقیقاً به همین موضوع بپردازیم و دلیل‌های برای تغییر را به همراه بهترین تکنیک‌ها که استادان و افراد موفق جهان تجربه کردند برای این کار برای شما بازگو کنیم. همین انسان‌ها دوست می‌دارند برای بهتر شدن تلاش کنند، اما بهتر شدن زندگی نیازمند تغییرات در محیط اطراف شما و همچنین در درون خود شماست. پس به جای اینکه خود را وارد کارهای پیچیده کنید، سعی کنید که یاد بگیرید در زندگیتان تغییرات مثبت را برای پیشرفت بیشتری انجام دهید و زندگی بهتری را تجربه کنید. شما همین که از حالت فعلی خودتان، یعنی امروز در کدام وضع هستید، فاصله بگیرید و قدم به سمت بهتر شدن بردارید، یعنی تغییر کردید. در واقع همان طوری که بارها در دین و آیین‌ها هم تأکید شده و روانشناسان بزرگ دنیا هم بارها به این موضوع اشاره کردند، افراد تنها در صورت به موفقیت میرسند که هر روز بهتر از روز قبل باشند. همین موضوع یعنی هر روز باید تغییر کنید و بهتر شوید. البته تغییر از نوع منفی هم داریم. گاه وقتها افراد بسیاری از عادتهای خوبشان را تغییر میدهند و یا یک روزشان از روزی قبل ضعیفتر است که این اتفاق حتما شما را از هدفهایتان روز به روز دورتر خواهد کرد. ما دقیقاً در این نوار می‌خواهیم از این اتفاق پیشگیری کنیم و راه‌های به شما بگوییم که بتوانید تغییرات مثبت زیاد در زندگی خود ایجاد کنید. پس حتما تا انتها همراه ما باشید تا معلومات گسترده برای خود بگیرید. تغییر در زندگی هر فرد دو نوع است که در اینجا به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت. یکم تغییرات فیزیکی. تغییر فیزیکی به آن دسته از تغییرات گفته می شود که در نوع رفتار و حرکات ما تحول و دگرگونی ایجاد می کند. مثلا اضافه کردن روزانه 1 ساعت مطالعه به برنامه روزانه خود، یعنی همه روزه کوشش کنید که 1 ساعت مطالعه داشته باشید و کارهای بهتری انجام دهید. و همچنین کم کردن 1 ساعت خوابی روزانه، یعنی کم کنید 1 ساعتان را در طول روز. و همچنین کنترل گشت و گذاری بیهوده در فضای مجازی، یعنی اینترنت، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و غیره. دوم تغییرات ذهنی است، یعنی تغییرات باطنیش میگویند. تغییرات ذهنی به آن دسته از تغییرات گفته می شود که حاصل تحولات درونی در افکار و چارچوب ذهنی ما می باشد و در حقیقت همین دسته از تغییرات است که موجب ظهور تغییرات فیزیکی در زندگی ما می شود. پس از اهمیت بسیار بالای برخوردارند. اهمیت تغییر در زندگی شاید بگوید که من به اندازه کافی خوب هستم و از آن چیزی که حالا دارم لذت میبرم، پس برای چه چیزی باید تغییر کنم؟ همه ما در برابر تغییر مقاومت میکنیم و درک نمیکنیم که تغییر زندگی از خود امر دائمی است و باید اهمیت تغییر در زندگی را درک کنیم. خوب این که آدم دست بالای دست و قدم برای رشد و پیشرفت خودش بر ندارد، زندگی خسته کننده می شود. ممکن است با خودتان فکر کنید که بدون تغییرات و مشکلات هم می توان زندگی کرد.
درست است، اما باید این را بداند که بدون این کمبودی ها هیچ وقت زندگی هیجان انگیز را تجربه نخواهد کرد. در حقیقت در جامعه‌ای که ما در آن زندگی میکنیم تغییر نکردن غیر ممکن است. هر سال یا هر ماه مدل سبک نوی از زندگی کردن به وجود می آید. ما برای اینکه بتوانیم پا به پای دنیا پیش برویم و از آن عقب نمانیم مجبوریم تغییر کنیم. نمونه روشن آن هم همین تحصیلات دانشگاهی هستند. در دهه‌های چند سال قبل که هر کسی که دیپلم داشت می توانست با آسانی به یک شرکت به کار قبول شود. با گذشت زمان شرکت‌های دنیا به دنبال افراد متخصص و دانشمند در زمینه که فعالیت می‌کنند هستند. پس اگر کسی می‌خواهد کارمندی خوب شود و درآمدی زیادی داشته باشد باید به رشد دنیا پیشرفت کند. خلاصه اگر بگوییم به قول رابرت کیوساکی مؤلف کتاب مشهور پدر ثروتمند و پدر فقیر، تغییر نکردن در دنیایی که همیشه در حال تغییر است غیر ممکن است. دلایل زیادی برای اهمیت تغییر در زندگی وجود دارند که پرحرفی درباره آنها حتما حوصله شما را میبرد. برای همین زیاد توضیحات را کنار میگذاریم و سریعا میرویم سر اصلی مطلب. 21 روزی موفقیت میلیونرها از براین تریسی درباره آن بحث میکند که چگونه افراد میتوانند میلیونر شوند. تفسیر این کتاب بر اساس ده‌ها تحلیل دقیق، عادت‌ها و عمل‌های صدها میلیونر خودساخته که توسط براین تریسی صورت گرفته است استوار است. این کتاب فشرده و عملی به شما یک فرمولی قدم به قدم یاد می‌دهد تا بتوانید ثروتمند شوید. کتاب‌های ما را در همین سوپرمارکت‌های یوور دسترس کرده می‌توانید. برای تغییر کردن از کجا شروع کنم؟ پاسخ به این سوال این که احتمالاً از خود میپرسید که برای تغییر از کجا شروع کنم. قبل از هر چیز شما باید بدانید که تغییر کردن درد دارد. در فکرمان، در قلبمان و در پوست و استخوانمان، چون ما قرار است در تغییر کردن پسنداز کنیم و کار نوی را انجام دهیم. اگر قصد دارید جای خود را عوض کرده و تغییری نوی در زندگیتان ایجاد کنید، حتما درد، استرس و بیقراری خواهید داشت. تنها باید مراقب این موضوع باشید که زمانی که به این درد رسیدید متوقف نشده و به راه خودتان ادامه دهید. این درد و رنج‌ها و سختی‌ها کاملا طبیعی است. فقط لازم است ما تحمل خودمان را زیاد کنیم. اکنون که تصمیم گرفتید زندگی خود را برای همیشه تغییر دهید و به سوی اتفاقهای خوب قدم بردارید، می‌خواهیم به شما چند تکنیک بسیار زیبا را بیان کنیم که بتوانید با استفاده از آنها تغییر را در زندگی خود به خوبی احساس کنید. خوب بپردازیم اگر به شرح این نکته‌های جالب این است که فکر می‌کنیم در آشنایان و دوستان خود افرادی را سراغ دارید که فکر میکنند هر کاری که انجام میدهند درست است و هیچ عیب و نقصان در آنها وجود ندارد. افرادی که به دارایی‌های خود میبالند و همیشه از بالا به دیگران نگاه میکنند، افرادی که به محض خروج در هر تفسیح از دهان فرد دیگر به جای گوش دادن و عمل کردن به آن به سرعت دنبال نقصهای طرف مقابل میگردند تا اثبات کنند این شخص در حدی نیست که قرار باشد از او پیروی کنند. اما شما به جای این که مدام سعی در فخر فروشی و نشان دادن برتری های خودتان داشته باشید، تلاش کنید تا در هر جا سخن با ارزش را بشنوید و بگویید و حتما از آن استفاده کنید. زمانی که به درس حاضر می شوید تمام این خودشیفتگی را از خودتان دور کنید و خالصانه به حرفای استادان گوش دهید. مطمئن باشید حتی در صنف سختگیرترین استاد هم حداقل یک درس تازه و مهم برای فراگیری وجود خواهد داشت. غرور ویژگی است که باید حتما کنترل شود. اگر ما کنترل خودمان بر روی آن را از دست بدهیم، خیلی از موقعیت‌های کاری و دوستانه را خراب می‌کنیم. و دوم گفتیم نترسید و فقط به سمت پیش بروید. کمتر کسی هست که دوست داشته باشد به آسانی زندگی خودش را تغییر دهد.
بیشتری آدم‌ها از شرایط فعلی خودشان رضایت دارند و یا حتی اگر هم ناراضی باشند میل به ایجاد تغییر ندارند. نمی‌خواهند از منطقه امنی که برای خودشان درست کرده اند فاصله بگیرند یا مجبور به ترک آن باشند. این منطقه امن می‌تواند حتی شامل کوچکترین چیزها باشد، مانند ترس از مورد انتقاد قرار گرفتن توسط دیگران، ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن و ترس از دادن چیزهایی که آنها را از دست می‌دهند. همگی این موردها نمونه‌های از منطقه امن هستند که هر فرد ممکن است در زندگی برای خودش ساخته باشد، اما فراموش نکنید برای رها شدن از این ترس‌ها که بیشتر حتی آنها را به عنوان یک مانع نمی‌شناختید باید با آنها روبرو شوید. یعنی باید توانایی ایستادگی در برابر انتقادها را داشته باشید. باید تغییرات نو را به زندگیتان راه دهید. باید عادتهای کهنه و قدیمی را کنار بگذارید و تبدیل به فردی نو شوید. اما اشتباه نکنید، ما هیچ وقت با شما نخواهیم گفت که به یک باره و ناگهانی همه این موردها را تغییر دهید، بلکه منظور ما تغییری آهسته و دائمی است. چیز شبیه به اصل کایزن که در نوارهای آینده ما درباره روش کایزن حتما به شما معلومات خواهیم داد. همین قدر که هر روز یک قدم به سمت بهبودی زندگیتان قدم بردارید، بعد از یک سال نتیجه های شگفت انگیز خواهد دید. تغییر کردن این نیست که یک بار تمام زندگی خود را تغییر دهید، بلکه باید آهسته و بردوام عمل کنید. دیگر اینکه چگونه تغییر کنیم به امکانات ها توجه نکنید. در برابر این که بحث تغییر کردن و پیشرفت شروع می شود، بسیاری از افراد فکر می کنند باید همه چیز فراهم باشد تا ذره تلاش از خودشان نشان دهند و شاید یک قدم مؤثر و درست برای رسیدن به هدفشان بردارند. متاسفانه باید به این دوستان عرض کنیم که با این وضعیت و طرز تفکر هیچ وقت به هیچ نقطه نخواهد رسید. تنها چیزی که همگی ما به خوبی می‌دانیم و نظری خاص هم استادان در آن دارند بهانه‌جویی است. کمترین امکانی که خداوند در اختیار همگی ما قرار داده است قدرت تفکر و تحلیل است. واقعاً آیا کسی هست که چنین امکانی را در اختیار نداشته باشد؟ عقل سالم میگوید که اگر درباره استفاده از امکانات‌ها آگاهی نداری و طرز استفاده صحیح و یا درست از آنها برای پیشبرد هدفات آگاه نیستی، میتوانی با یک فرد دانا مشورت کنی و از تجربیاتش بهره بگیری. باور کنید نیمی از اشتباه‌ها و شکست‌های ما به این دلیل است که هرگز دنبال پیدا کردن روشی صحیح برای استفاده از امکانات‌هایی که در دسترس داریم نیستیم. پس به جای تمرکز بر چیزهایی که ندارید، بهتر است روی داشته‌های خود تمرکز کنید و از آنها استفاده کنید. مطمئن باشید قدم اول را که بردارید، بقیه مسیر برای شما هموار خواهد شد و درهای نو برای شما باز می شود. دیگر اینکه تشویش‌ها را جدی نگیرید. گفتیم این با آن معنی است که یکی از دلایل مؤثر و مهم که برای تغییر زندگی و دیگرگونی باید به آن توجه داشته باشیم این است که ما عادت کردیم که در مقابل بعضی رفتارها و واکنش‌های اشتباهی که از خود انتقال می‌دهیم یا بروز می‌دهیم توسط دیگران تحسین یا تایید شویم. به عنوان مثال فرد را تصور کنید که از مشکلی رنج میبرد. این فرد زمانی که در جمع حاضر است دچار استرس شود و توانایی خروج از منطقه امن ذهنی خود و ارتباط برقرار کردن با دیگران را ندارد، به نظر شما دیگران در مورد این شخص چی فکر میکنند؟ آیا اصلا برای خروج این شخص از این حالت به او کمک میکنند؟ اکثری موقع نه. حتی ممکن است به جای کمک و ارائه راهکار مدام این شخص را مورد تعریف و ستایش قرار دهند و از
لقب‌ها و الفاظ مثل نجیب، متین، باوقار، معجوب و غیره برای توصیف شخصیت این فرد استفاده کنند. وقتی که فردی مورد نظر این کلمه ها و توصیف ها را از زبان اطرافیان میشنود، به مرور زمان به این باور میرسد که این ویژگی نه تنها اراده ندارد بلکه خیلی هم مثبت و خوب است. بنابراین هرگز برای رفع آنها تلاش نمی کنند. دیگر موضوع مهم این است که برای تغییر یافتن یعنی مسئولیت همه چیز را خودتان به ذمه بگیرید. در پاسخ به این سوال همین است که زمانی که با بعضی از افراد درباره تغییر کردن صحبت میکنیم، فوراً زبان و انتقاد باز میکنند و عالم و آدم را گناهگار جلوه میدهند تا به شکل خودشان را از زیر بار این مسئولیت بزرگ بیرون بکشند. افرادی که میخواهند دنیا را تغییر دهند اما هنوز هم نمیدانند برای تغییر جهان اطرافشان ابتدا باید از تغییر جهانی که درونی خود دارند آغاز کنند. برای رفع این مشکلی هم میتوانید همین حالا دست به کار شوید. یک قلم و یک کاغذ بردارید و تمام ایراداتی که فکر میکنید در وجودتان هست یادداشت کنید. البته این تجربه بزرگان است و استادان سخن این پیشنهاد را کردند که لطفاً نه خیلی به خودتان سخت بگیرید و شخصیتتان را کاملا زیر سوال ببرید و نه خیلی بیش از حد نسبت خودتان مهربانی به خرج دهید. لطفاً واقع بینانه عمل کنید. وقتی که ایرادات را پیدا کردید، نوبت به ارائه راه حل ها میرسد. مقابل هر یک از مشکلات عاملی که فکر میکنید برای به وجود آمدن این ویژگی اخلاق شما مؤثر بوده یادداشت کنید و بعد برای هر کدام یک راهکار برای بهتر شدن ارائه دهید. اگر جایی حس کردید که به تنهایی نمیتوانید از پس این مشکل بر بیایید، حتما با یک فرد آگاه مشورت کنید و کمک بگیرید. فقط توجه داشته باشید که راه حل هایی که ارائه میدهند حتما قابل اجرا باشند تا بتوانید به آنها عمل کنید. و یک سوال بسیار مهم دیگر این است که چگونه تغییر میکنم؟ مقاومت نکنید. تا به حال درباره این حقیقت که در وجود هر انسان چندین نوع سد مقاومت وجود دارد تا بتواند پشت تغییر ما را بگیرد چیز شنیده اید. این مانع ها به 4 دسته تقسیم شده اند که شامل اینها هستند. یعنی مخالفت با حقیقت. بارها تجربه این را داده است که حقیقت را می‌دانیم و یا حداقل بعدها متوجه آن شدیم اما هیچ وقت به این موضوع اعتراف نکردیم. یعنی کمترین برگشت را از خودمان نشان می‌دهیم و سعی می‌کنیم تا حد امکان مقاومت کنیم. ابراز تنفر و دلبزن شدن. بعضی موقع سعی می‌کنیم با داد و بیداد از زیر بار حقیقت فرار کنیم. با این که می‌دانیم اگر به نکته عمل کنیم زندگی بهتر و شادتری را خواهیم داشت و حال خوبی را تجربه خواهیم کرد، اما باز هم زمانی که دیگران این نکته را به ما یادآوری می‌کنند تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا به داد و بیداد کردن و حتی قهر کردن از زیر بار این حقیقت‌ها شانه خالی کنیم. پرحرفی درباره کمبودی‌ها این چیز دیگری است که بسیار مهم است که در این باره هم باید دانیم. برخی وقتها هم دنبال ناچیز گرفتن برای خودمان هستیم. به عنوان مثال می‌دانیم که پرخوری کردن برای ما عاقبت تلخی خواهد داشت، اما باز هم برای خوردن یک قاشق اضافه اصرار داریم و مدام سعی داریم با این روش برای خودمان امتیاز کسب کنیم. گاهی هم حقیقت را قبول داریم و هر جا هم می‌نشینیم شروع به سخنرانی درباره موضوعهای نالازم نظر میکنیم و کلی کلمه‌های درشت پشت سری هم میزنیم، اما دریغ از ذره از آنها عمل نمیکنیم. برای عبور از این مانع‌ها بهترین روش عمل کردن به خودتان و روی راست بودن است. لطفاً با خودتان روی راست و صادق باشید. حسرت‌هایی را که بارها به خاطر این پشت گوش اندازی ها نصیبتان شده مرور کنید و یک بار تصمیم جدی بگیرید تا از این مشکلات عبور کنید. اینک از جانب مرکز خرد کتاب بسیار خواندنی از سلسله کتاب‌های سرخواننده دنیا با زبان تاجیکی منتشر گردید. این کتاب نام دارد نیروی بی‌پایان، رمز و رموز موفقیت در زندگی.
از سخنگو و چهره سرشناس جهان انتونی رابینز. در این کتاب شما میتوانید درباره چرا مردم از همدیگر فرق دارند، فرمول موفقیت نهایی، ارتباط با دنیای درون و بیرون، تأثیر برنامه‌ریزی در سرنوشت انسان، استراتژی و مانند این معلومات برای خود بگیرید. شما میتوانید این کتاب ما را در همین سوپرمارکت‌های یوور و دیگر دکان کتاب فروشی دسترس نمایید. و یک موضوع بسیار مهمی دیگر این که به پشت سر خود نگاه کنید ولی بر نگردید. در پاسخ به سوال چگونه تغییر کنیم باید گفت در میان راه لازم است برگردید و به پشت سر خود و راهی که طی کرده نگاه کنید. مانند کوهنوردی که برای انرژی گرفتن و ادامه دادن به مسیر لازم است یک جای صبر کند و به پشت سر خودش نگاه کند تا لذت ببرد. شما هم باید گاه به عقب و گذشته خود نگاه کنید تا برای ادامه راه انرژی بگیرید و ببینید چقدر راه را با سختی و درد طی سر کرده و به پیش آمدید. ولی توجه داشته باشید که هرگز نباید به عقب برگردیم. ما فقط یک کار را انجام داده میتوانیم و آن این است که باید برای رسیدن به هدفها و تغییرات مورد نظرمان بجنگیم. در طول این مسیر و جنگ که پیش رو داریم باید آرام و خونسرد باشیم و فقط روی هدفهایمان تمرکز کنیم. ما باید به دنبال پیروزی و نور باشیم و دائما از خود بپرسیم برای تغییر از کجا شروع کنم. خدا را فراموش نکنید. در مسیری که به سمت پیش حرکت میکنید خدا را باید داشته باشید و از او بخواهید تا به شما در رسیدن به موفقیت کمک کرده و صبوری دهد تا به آسانی بتوانید سختی ها را تحمل کنید. اگر همواره به یاد خدا باشید انرژی مثبت را دریافت میکنید. و مسئله بسیار مهمی دیگر این که صبر داشته باشید. در این مسیر نیاز به صبر و تحملی زیادی دارید، زیرا در برخی از مواقع ممکن است با دشواری ها و مشکلات روبرو شوید و مجبور باشید مسیر را به سمت پیش حرکت دهید. بدون صبر و تحمل مطمئن باشید که با برخورد با اولین مبارزه به عقب و جایگاه اولی خودتان بازگشته و در مدتی وقتی کوتاه از هدفی که انتخاب کردید پشیمان می‌شوید. بزرگترین تغییر زندگی در این قسمت از نوار قصد داریم از راز پرده برداری کنیم که افراد موفق بیان کردند. بنابراین بهتر است که این بخش را با دقت زیاد گوش کنید. کوین تریودو یکی از بهترین مربیای مهارت‌های موفقیت در سمیناری آرزوی تو انگیزه توست میگوید برای اینکه چیزی را یاد بگیرید باید دو چیز را مد نظر داشته باشید. اول اینکه حاضر باشید برای انجام دادن آن کار از چیزهایی که دوست می‌دارید بگذرید و دوم اینکه آیا حاضر هستید ذهنیت کهنه خودتان را با ذهنیت نو عوض کنید. مطمئن هستم نتوانستید معنای و مفهوم دو سوالی بالا را بفهمید. برای همین به مثال زیر به دقت گوش کنید تا مقصدی کوین تریودو از این دو سوال را متوجه شوید. در خلاصه این نوار گفتنی هستیم که قبل از هر چیز شما باید بدانید که تغییر کردن درد دارد. در فکرمان، در قلبمان و در پوست و استخوانمان. چون ما قرار است در تغییر کردن مشقت کشیم و کار نوی را انجام دهیم. اگر قصد دارید جای خود را عوض کرده و تغییری نوی در زندگیتان ایجاد کنید حتما درد، استرس و بیقراری را خواهید داشت. تنها باید مراقب به این موضوع باشید که زمانی که به این درد رسیدید متوقف نشده و برای خودتان ادامه دهید. این درد و رنج ها و سختی ها کاملا طبیعی است. فقط لازم است ما تحمل خودمان را زیاد کنیم. تغییر کردن شاید سخت و در ابتدا حتی کمی تلخ باشد و ممکن است بارها با شکست هم روبرو شود، اما مطمئن باشید بالاخره به موفقیت خواهید رسید و لذت یک زندگی درست را تجربه خواهید کرد. امیدوارم با استفاده از راههایی که گفتیم و کارهایی که اکنون شما باید انجام دهید تغییرات مثبتی را در زندگی خود رقم بزنید و به موفقیت همیشه نزدیک شوید. موفق باشید و دیگر برنامه‌های مرکز خرد را پیگیری کنید.